عاشقی میفورده؟ بازی میفورده؟ فقط با بچه من نه؟ ببخشید خلا جان. ناشکر بنده. چا جان گم شو نامرد. گلبرین دختر در خانه بود، تو جای دیگر خور میکوی؟ تو زنده و در باغت شغال میگرده. آخیر خسرو تماما کودک است. گم شو نامرد. Поднимите ногу выше. Ага. Спину держите ровно. Ага. Вот так, да, правильно. Ага. Вот так. Правильно делаю? Да, правильно. Выше, еще раз выше. Ага. Да. Вот так. Держи ровно. Ага. Подними еще. Еще раз. Это Еще раз. ровно. Ага. Только такое, да, упражнение? А повыше поднять невозможно будет? احوالت چطور میرزا؟ من فکرم بهترم دکتر. نغز میشوی. دکتر برای از همین کسلی رهایی یافتن تنها اراده مستحکم لازم است. مرزا جان، اراده مستحکمی که نقشمندان دارند یگان کس ندارد. چه خیل؟ انا همین خیل. خودتان تصور کنید. فصل زمستان، برف، باران، پایلوچ، شکمی گرسنه، شب نیمه شب، سحری بر وقت برای یک ذره دارو دریافت کردن تلاش میکنند. فقط افسوس، صد افسوس که همین اراده مستحکم را به ضرر خود استفاده میبرند. مرزا جان، صد دریغ که نه همه این را میفهمند. تشکر دکتر. سعید چه خیل؟ نغز هستی؟ آفرین آفرین. خدا فیض و برکتش اتیاد. آمین. الله اکبر. شیرین جان فلور بچه. یا بسم الله الرحمن الرحیم. بیار بچه.
سلام بیا خورسند جان بیا مونده ها سلامت باش سلامت باش پیلا ایلانا پرکی کرده این صحبت انا میبینه تو نموشو قندتون زنه سلام علیکم با هر کیلوی پلاتون 4 کیلو گندم بگیره حق مهنت رو گرفته راحت کرده خواب میره موزدش خیلی کم بوده است به همینش هم شکر این ریسک روزی ما بوده است خندت زن شرافت یک تویده رحمت حرکت کنید مونده شدی دختری یوجده را مونده میشه اوچه جان عزیز این مکتوبی آخرین پسرت است از کودکی با مهر و محبت تو کلان شدم و تنها یک آرزو داشتم که تو را خوشبخت سازم گمان داشتم که من آدمی با اراده هرگز نشمن نمیشوم به خودم باوری داشتم که این بلا را هر وقت خواهم میپرتایم اما خطا کردم این کار بسا سنگین بوده است به جای دست کشیدن بیشتر به این باطلاق فرو رفتم در مدت کوتاه عقل، هوش، مال، ثروت از همه مهمش سلامتیم را قربان نشمندی کردم حتی تو را و زن و فرزندم را همه از من روی تافتند تنها موندم اوچه جان فرزندی ناخلفت را ببخش من به نشه زندگی کرده نمیتوانم اما این خیلی زندگی کردن هم نمیخواهم افسوس که دیر فهمیدم که نشه سبیل مانده قوه مردیم را هم ضعیف کرده است مرا نامرد نموده است اوچه جان برای مرگم خودم گناهگارم جسدم را نجوید قبرم را نکابید میخواهم که نشه و نشمندی را با خود زیر خاک برم الوداع
آفرین آفرین بارکالله یک باره برداشته به تگیش پنگ برید ها انا به همونجا آفرین بارکالله خس و خوشا به زمین نریزد بارکالله بارکالله سختر بند خانی رستمی کثافت الکش خدا زده مرد و زن در صحرا کار میکنند تو باشین مای نوشی میکنی رئیس جان کار بیختن نمیره یه بر پدرد خس گم شو آنجا خس برا آنه شتکش میکنند حشره رسوا کردی شرمنده کردی حشره خرسند مراد مانده های کار رئیس خیلی رئیس دیلم میگه بدبختی میشه خیلی سرکه ها در میگیره دارو میسوزن ابخیزی میشه رئیس ابخیزی الهی زنوکت گیرد عظیم نبره جقی بیا بند خوب شده ای بر پدری تم لعنت اینجا بیا چی بگی؟ اینجا بیا پایان فرا چی بگی؟ چی بگی؟ اینجا بیا چی بگی؟ اینجا انا بچه رئیس عظیم ассалом апа Асад. илтимос ҳамин хӯрока бурда ба акам дале расонед Фамилияш? ғаниёв аз номи салим гӯед Майлаш. غنیر با تو از نام سلیم. از نام سلیم؟ تشکر. آرامد.
نیست کو؟ خدا جان کجا شد؟ توبه خدا خیریت خیریت در را نگاه کن. میرزا باز درد میکند؟ استخوانهایم گویا میشکنند. استخوانهای من هم میسوزند. میرزا میگویند که این کسلی تبابت نشونده است، از او سر میکشد. بیا من کمتر دارم، یک جویا میزنیم. نه نه؟ پشایمان میشوی میرزا؟ مایلش نباشد من خودم. دلیر میزنی؟ با من هم ده. مایلش انا اکنون مردن حق است میرزا. ولی اقلا بی درد مریم. حق من کلی میرزا میرزا باز چی شد؟ احوالش چطور؟
دکتر احوالش چطور؟ فشارش پست. سیستم هورمون مونده نباشد رئیس. السلام علیکم. خوب هستید؟ سلامتون خوب هستید؟ ما موافق وعده ما همون مقاله رو برآوردیم. یک چیزی تاریخی هم شد. یک چیزی خیلی خوب هم شد. انا گم کردگی. قهرمانی در ظفر. از همینجا گیریم؟ خیلی عجایب. خیلی عجایب. به صورتی بلبین. سر عجایب سر عجایب رئیس. انا این برای شما. رحمت. خیر نباشید رئیس بابا. ما اکنون میرویم. سروسیما کمتر کرد. یک سری قدم به همین لگیر اومده مردم دیدیم. خیر. تشکر. تو بازدید سلامت باشید. برای کار. باز ما خبر میگیریم. دیگر مقاله ها مینویسیم. خوب. او چای تیار در پناه خدا باشید. سلامت باشید. عظیم. گازتی من تقسیم کرده ته. خوب شد رئیس. بچه مرحمت یک گازت گیره در اینجا رسمی رئیس درباره رئیس مقاله. انگور 18%، کارتوشکا 3%. حوالی 9 سر شد. میشود 10. سلام علیکم. السلام آقا جان. مرحمت شینید. شما تکلیف کردید تنجیمی؟ افسوس آقا جان. احوال پسرتون اندک وزنی شد. چی؟ شما چی ها میگویید؟ تشخیص لابراتوار نشان داد که پسرتون گیرین استعمال نموده است. چی خیر در اینجا؟ بعضی خیرخواهان خدمت خرسانه کردند. تمام. من پسرم را از اینجا گرفته میبرم. اختیار در دست شماست. اما به کجا؟ به خارجه.